آش داخلش روغن زیتون دارد. این تخم بدنه هست، بودنه، گوشت گاو و برنج و سبزیجات. هویج بیا سبزی. جهان در جهاننما با حافظ محمد علی. با دعوتی بواسطه شرکت سیاحی سامان ترول علی سلطان‌طویی وارد کشور ما شدند و مقصد از تشریف آنها پیش از همه معرفی مکان‌های تاریخی و فرهنگی و سیاحی تاجیکستان بهشت‌آسا به جهانیان میباشد. شما را چی بیشتر وادار ساخت که بار دیگر میل دوباره دیدن تاجیکستان نکردید؟ تصمیم گرفتم که به کشور زیبای تاجیکستان بیام و به مردم ایران نشون بدم مردم تاجیکستان دقیقاً چه از لحاظ ظاهر، چه از لحاظ آیین، چه از لحاظ دین، چه از لحاظ زبان، فرهنگ، ریشه همگی آریایی هستیم. هر دفعه که می‌آیید به تاجیکستان چه تفاوتی می‌بینید از دفعه قبل در کشور بهشت‌آسای تاجیکستان؟ خیلی از برج‌ها، دام‌ها که شما بهش میگید به تازگی ساخته شده. این بسیار برای من زیبا بود. چی تصمیم دارید برای معرفی این جشن که ما شما میراث‌بر هستیم؟ وظیفه داریم با ترنسلیت کردن، ترجمه کردن نوروز، معرفی کردنش به سبک‌ها و روش‌های مختلف و به همه نشون بدیم که این جشن چقدر با شکوه و چقدر عزیز میتونه باشه برای همه دنیا. با دستگیری به واسطه شرکت گردشگری سامان تراول هنرمندان ما وارد تهران شدند برای انجام دادن یک مسابقه خوب دوستانه فوتبال. ما و شما نیز شامل این تیم بودیم. با فکر شما برای تقویت انمی فرهنگ ها که فوتبال نیز یک وسیله به هم آوردن انسان هاست چی باید کرد؟ تشریفی که شما به ایران آوردید یا قبل از اون دوستان از ایران به تاجیکستان اومدن کلی دنبال کننده و بیننده دارن در سطح بزرگی از فضای مجازی. پس هرچی بیشتر رفت آمد هنرمندان صورت بگیره باعث میشه این اطلاع رسانی راحت‌تر و زودتر صورت بگیره. کجای تاجیکستان رو تا امروز دیدید و کجا رو باز دیدن میخواهید؟ جاهای مختلف بسیار رفتیم ولی دوست دارم این بار به پامیر برم. بام دنیا رو ببینم، برای همه به تصویر بکشم. برای باز هم زیاد رفتن سیاحان از تاجیکستان به ایران، از ایران به تاجیکستان چی فکر و پیشنهاد دارید؟ اولین چیزی که ما لذت میبریم شاید خیلی باعث بشه پررنگ‌تر بشه همین جشن نوروزه. وقتی لباس‌های زیبا و سنتی و باستانی رو می‌پوشید ما با دیدنش بسیار لذت می‌بریم. کدام نوع طعم‌های تاجیکستان رو چشیدید و چی بیشتر به شما پسند اومد؟ آش پلو تاجیکی واقعا خودم پرچرپارم لذت بردم. خام شوربا خوردیم فوق‌العاده بود. جهان در جهاننما روزهای شنبه با حافظ محمد علی.